هفته خبر تو خبر داره براتون از دیکتاتور عمامه‌داری که حتی حرف بدداء پاچه خارش رو هم نپذیرفت و اینطوری زیرابشو زد. چندیست حتی از هوای پاک محرومی، چندیست حتی از هوای پاک محرومیم، به زیستن در بین دود و خاک محکومیم. با این که دل آزرده از بی‌مهرها هستیم، تا جان به تن داریم سرباز شما هستیم. من به شما عرض کنم به توفیق الهی جمهوری اسلامی در حال پیشرفت. کمبود زیاد داریم. اشاره کردن به گرد و غبار خوزستان، این یکی از کوچکترین هاش. کمبودهای بیشتری هم در کشور وجود داره، اما کشور داره جلو میره، داره پیش میره. حالا بریم و یه چشمه از این پیشرفت ها رو بشنویم. صحبت از رشد اقتصادی میکنیم و مسئولانی داریم که زباله‌گردی رو ارزش میدونن و اون نشونه خوبی میدونن. صحبت از رشد اقتصادی و رفاه میکنیم، نماینده‌ای داریم که میگه خب چه فرقی بین پراید و لندکروز هست، هر دو راه میرن. با این دست فرمون به جای خوبی نمیریم. اینه که ما یک جامعه فقیر و رو به فقر بیشتر رو در واقع درست کردیم و داریم با همون سرعت ادامه میدیم و هیچ پیشرفت بعدیشون در زمینه قیمت مسکنه. امروز به دلیل تورمات زیادی که در واقع وجود داره، مثلا در جایی مثل شهر تهران فکر نمی کنم دیگه زیر 5 میلیارد تومان ما بتونیم مسکنی رو پیدا بکنیم. نه خوب حساب کردین، 5 میلیارد هم فکر نمی کنم. حالا بستگی داره کدوم منطقه چند سال ساخت. این یکی هم پیشرفت‌های نظام در زمینه محیط زیست رو اینطوری توضیح میده. ما همش داریم مایه عبرت میشیم. آدم تأسف میکنه که کشوری با این تمدن، با آب تونسته تمدن ایجاد بکنه، الان شدیم مایه عبرت دیگران. در کتاب کلاس 4 استرالیا میگن ببین اگه به اکوسیستم توجه نکنید، محیط زیست توجه نکنید، میشه دریاچه ارومیه خوش میشه. خب برای چی باید اینطوری بشه؟ اما از حق نگذریم، در زمینه دزدی و اختلاس خیلی پیشرفت کردن، تا جایی که یکی از دزدهای پیشونی سیاه نظام یعنی آخوند لاریجانی تو پخش زنده بند رو آب میده. هیئت مدیرش اونا تعیین میکردن، مدیر عاملش اونا تعیین میکردن. خب نمیشه که اینطوری. خب شما 5 سال تعیین میکنید بعد دیگه خیر یه کسی دیگه رو بگید شما این کارو کردید. هر کس بنظر خودش، هر کس بنظر خودش مسئوله. و بنابراین حالا بانک آیان تمام بشه، این شهر جور شد، بانک‌های دیگه میخواد چیکار کنه؟ حالا بانک سپه ناتراز، بانک سپه عمده‌اش دولتیه، بخشش هم خصوصیه، سهام خصوصی داره. بله؟ بانک سپه هم به خاطر ادغام. خب حتی قبلش هم بود. من ریز بدهکاری بانک‌ها رو مرتب میگرفتم. بله؟ آقا بکنن. حالا ما شفافیت شما قبول نداریم، ما قبول داریم. عرض میکنم که حالا بله این نوع رسانه این نشه، چون ممکن بعد مشکل برای بانک ایجاد بشه، این مخصوصشون این. عرض میکنم که برای پخش میشه. عرض میکنم راجع به شفافیت در بحث مجمع توضیح عرض بکنم. دزدا تو نظام ولایت طوری دارن راست میچرخن که صدای خود دزدا تو استبل ولایت هم در اومده. علی انصاری چرا امروز باید رها باشه در این کشور؟ بسیاری از کسانی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور روزی اعدام شدند چه کرده بودند که علی انصاری 10 برابر اون رو انجام نداده بود؟ از اونجایی که تو نظام ولایت خود قاضی هم دزده، کار تو نظام بیخ پیدا کرده و تو جنگ و دعواهای باندی میخوان با اژه‌ای گوشخوارم برخورد سخت بکنن.
ما سوالمون اینه از باب نظارت مجلس که باید قطعا آقای اژه‌ای رو مجازات کنیم و بکشونیمش پا میز محاکمه و باش برخورد سخت کنیم که تو این 5 سال آقای اژه‌ای در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین چه کار کرده. یکی دیگه از زمینه‌های پیشرفت توی نظام ولایت این نمایش‌های حال به هم زنه که هی دیوار درست میکنن و مسخره بازی در میارن. البته به زودی دیوار عظما فرو میریزه، اونم با یه تلنگر. هفته پیش عظما بنزین رو گرون کرد و بعد از ترسش خبرنگار تیویریش رو فرستاد که بره از این گزارشا درست کنه و بگه همه چی آرومه. همزمان با آغاز طرح سه‌نرخی بنزین در کشور در یکی از جایگاه‌های استان آذربایجان غربی هستیم که همانطور که ملاحظه می‌کنید مراجعه کنندگان با نظم و آرامش و با صف‌های مرتب در حال دریافت خدمات هستند. زرشکیان هم طبق معمول کاسه چه کنم دستش گرفته و از بقیه چنین سوالای مضحکی میپرسه. یه عزیزی گفتن که بنزینا رو نگفتید گرون میکنید، من گفتم عدالت رو پیاده میکنیم. ما الان 4 میلیارد دلار بنزین 60,000 تومان میدیم میخریم، 1500 دلار به یه عده میفروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارن مجبوریم معیشتشون رو درست نمیتونیم پولشو بدیم. ارز ما محدوده. شما بگید من چیکار کنم؟ یکی از آخوندهای استبل ولایت جواب زرشکیان رو اینطوری داد: روزانه 30 الی 40 میلیون لیتر قاچاق سوخت. من از ریاست محترم جمهور سوال میکنم چرا به عوض اینکه جلوی قاچاق سوخت را بگیرید راه سهل الوصول یعنی گران کردن بنزین را انتخاب کرده اید؟ حالا بشنوید از باند رقیب که سر خاص خرجیاشون به جون همدیگه افتادن. پراید آقای جلیلی هزینه‌ای که برای شده که ضد گلوله‌اش کنن، والا بلا اگر ما یه ماشین ضد گلوله بنز می‌خریدیم شاید هزینه‌اش اونقدر بود. همینم خوب میدونم من که همین پیامی که میده به مردم، این پیام آقا مسئولین میشود پرایدم سوارشن، این ارزش من نفهم ولو که از اینم داشته باشه. اصلاحاتی ها هم زوارشون در رفته و اینطوری به وضع زار و نزارشون اعتراف میکنن. مردم به اقلیت اعتدالی و میانه روتر و عملگراتر اصلاح طلبا اینها رو دیگه قبول ندارن، از اینا گذر کردند. میگن خیلی وقتا میگن حرفای میزنید خوبه ما هم قبول داریم، چون نمیتونید کاری بکنید. الان به هر کسی بگی میگیم دلم میخواد سر به تن اینا نباشه. خلاصه این که نظام ولایت گیر افتاده و راه پس و پیش هم نداره. توی این اوضاع و احوال یه چنین دلهوره هایی دارن. چون ببین اگه ما بخوایم 2 مرتبه بریم دنبال فعالیت‌های هسته‌ایمون، یا باید بریم یه جای جدید رو که سالها طول میکشه، یا اینکه باید اولین کاری که میکنیم باید بفهمیم که آقا تو فوردو چی سالم مونده چی نمونده. ترامپ میگفتش که با خاک یکسان شده، گروسی گفتش که نه یه سری جاهای سالم مونده. هیچکی نمیدونه چون هیچکی نرفته اونجا رو ببینه. هر کی بگه بر اساس حدس و گمان هستش که چی سالم مونده چی نمونده. بنابراین جمهوری اسلامی اگر خواسته باشد که برود به سمت هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ایشو بخواد 2 مرتبه شروع بکنه، اولین کاری که میکنه باید ماشین‌آلات سنگین راهسازی، لودر و گریدر و بولدوزر اینا رو برداره ببره فوردو، ببره نتنز. اون کارا رو بکنه سال دوباره حمله میکنه. شما یه فرغون دستت بگیری، بولدوزر چیه؟ بیل مکانیکی چیه؟ شما یه فرغون دستت بگیری بدی به 2 تا افغانی که برن اونجا خاک برداری بکنن، میزنه تیکه و پاره میکنه.
پسر اکبر کوسه میخواد ادامه کتاب خاطرات باباشو منتشر کنه و از همین فرصت هم برای تصفیه حساب با عظما استفاده میکنه و اینطوری بهش سیخ میزنه. یه چیزی از شوخی ها این بود که ایشون ورق زدن، بعد یه جایی حاجه ها نوشته بود که من اومدم خونه افت نبود، بعد تخم مرغ نیمرو کردم خوردم. بعد ایشون گفتن که ببین حاجه ها که ایشون چلو کباب که میخورده ننوشته ولی تخم مرغی خورد درست کرده نوشته. من گفتم من موقع حاجه ها هنوز چیز بودن، حاجه ها من با حاجه ها گفتم، حاجه ها گفتن خب این عوامیه، چون من همیشه چلو کباب میخوردم که هر روز نمی‌نوشتم چلو کباب خوردم، اون روز که خاص تخم مرغ خورده بودم نوشتم. یادتونه هفته پیش راجع به دایره کشیدن تو زمین فوتبال رژیم حرف زدیم؟ حالا خودشون تو رسانه‌های خودشون دارن به ریش همدیگه میخندن. اینا چه جوری میکشن؟ پرگار میذارن؟ همون با یه نخی میبندن به یکی میگیره، اینو سیستم دستیه. دنبال این هستیم که یه دستگاهی رو بخریم. آها یکی وای میسه نخو میبنده به اون یکی. و آقا این محیط دایره چی میشه محاسبهش؟ فرمولش چیه؟ محیط دایره پی بوده 3 و 14 پی که عدد صحیح 14 اوکی. اوت ضرب در نمیدونم چی میشه. خب آقا 2 پی آر اگه آر شو در نظر بگیرید، پی آر 2 هم مساحتشه. شما الان نخو میدید دست یکی از بچهای تدارکات، دومی میگیره دور میزنه. بله. خب این یه ذره اوکیه.